در 8 فوریه 2015 اولین قسمت از سریال بتر کال سال رو شبکه AMC پخش شد. به بهانه تولد 10 سالگی بتر کال سال قراره یک مقایسه داشته باشیم بین بتر کال سال و بریکینگ بد. بین مقایسه این دوتا اولا که خوب و بد وجود نداره، چون جفتشون از بهترین سریال های تاریخ هستن و در واقع مقایسه بین خوب و بهتره. در نهایت هم این مقایسه میتونه سلیقه‌ای باشه و هر کسی نظر خودش رو داشته باشه. به صورت کلی اگه از من بپرسین کدوم بیشتر حال داد و با کدوم بیشتر حال کردیم، میگم بریکینگ بد. البته باید این رو بگم که من اول بتر کال سال رو دیدم و از روی کنجکاوی که این کاراکترها کی بودن و چی کار میکردن بریکینگ بد رو شروع کردم و دیدم و اوج لذت رو از تماشای یک سریال تجربه کردم. بعدن جیانکارلو اسپوزیتو هم تو یک مصاحبه گفتش که اونایی که اول بریکینگ بد رو میبینن بعد بتر کال سال رو شروع میکنن حال میکنن، اون که هیچی. ولی اونایی که اول بتر کال سال رو میبینن بعد میرن سراغ بریکینگ بد فرای اون لذت رو تجربه میکنن. You got one part of that wrong. This is not meth. برای این ویدیو چند تا دسته‌بندی انتخاب کردیم که طبق اونا مقایسه داشته باشیم که به ترتیب میریم جلو. قسمت اول بریکینگ بد یک شروع طوفانی داشت. والتر وایت لخت در حال روندن اون ماشین معروفشون تو بیابون، یکی از بیاد موندنی ترین سکانس های تاریخ. در ادامه هم داستان به عقب برمیگرده تا ما با والتر وایت و جسی پینکمن آشنا بشیم. از اون ور بتر کال سال جایی شروع میشه که در سکانس اول به ما به صورت سیاه و سفید آینده جیمی مکگیل که داره در یک کافه کار میکنه رو نشون میدن و بتر کال سال با ریتم آرومی شروع میشه. پس برنده این بخش رو بریکینگ بد اعلام میکنیم. والتر وایت در مقابل سال گودمن یا جیمی مکگیل. مسیری که جیمی مکگیل طی میکنه تا سال گودمن بشه به شدت احساسی و عمیق بود، هیچ بحثی درش نیست. اما تحول یک معلم شیمی ساده به یک خلافکار بیرحم و شناخته شده بی‌نظیر بود و برایان کرنستون جایزه ایمی و گلدن گلوب رو برای نقش والتر وایت تونست دریافت کنه. The Emmy goes to Bryan Cranston. فکر کنم تو این بخش همه با من هم نظر این که والتر وایت بهتره. پس تا اینجا بریکینگ بد 2، بتر کال سال 0. هر دو سریال واقعا بازیگرای فوق‌العاده‌ای داشتن، مخصوصا نقشای مکمل. یه طرف جسی پینکمن ارون پال و یه طرف دیگه کیم وکسلر ریا سیهورن. ولی بتر کال سال نه تنها بازیگرای خفن خودش رو داشت مثل مایکل مککین، مایک مندو، تونی دالتون و بقیه، بلکه خوبای بریکینگ بد رو هم داشت مثل جیانکارلو اسپوزیتو، جاناتان بنکس، مارک مارگولیس. اینا هم در بتر کال سال حضور داشتن هم در بریکینگ بد. پس با اختلاف کمی بتر کال سال برنده این بخش میشه. تا اینجا بریکینگ بد 2، بتر کال سال 1. واقعا یکی از سخت‌ترین کارها اینه که بخوای بهترین قسمت‌های این دوتا سریال رو با هم مقایسه کنی و بگی کدوم بهتره. از یه طرف بریکینگ بد اپیزودایی مثل فیس آف، اون قسمتی که گاسفرینگ میمیره، و اوزیماندیاز، قسمتی که والتر وایت به طور کامل سقوط میکنه رو داره که بی‌نظیر هستن. از اون ور هم بتر کال سال اپیزودهای خفنی مثل شیکنری، همون قسمتی که جیمی و چاک در دادگاه مقابل هم قرار میگیرن، و یا قسمتی مثل فان اند گیمز، اونی که جیمی و کیم از هم جدا میشن رو داره که خب اونا هم فوق‌العاده‌ان و بی‌نظیرن. پس اینجا از IMDb کمک میگیریم و بریکینگ بد رو برنده این بخش اعلام میکنیم، چون قسمت اوزیماندیاز بریکینگ بد نمره 10/10 در سایت IMDb داره. پس بریکینگ بد 3، بتر کال سال 1. Sorry for your loss. بتر کال سال یک روایت پیوسته و حساب شده داشت و هر فصل از فصل قبلی بهتر بود، ولی بریکینگ بد بعضی وقتا یه خورده کند میشد و اپیزودایی مثل فلای، یعنی همون قسمتی که یک مگس تو آزمایشگاه گیر کرده بود رو داشت که باعث کاهش سرعت در داستان میشد
در نتیجه امتیاز این بخش رو میدیم به بتر کال سال. بریکینگ بد 3، بتر کال سال 2. برای جوایز ما فقط 2 تا از معروفترین و معتبرترین ها که گلدن گلوب و ایمی باشن رو در نظر میگیریم که در مجموع بریکینگ بد 16 جایزه ایمی و 2 جایزه گلدن گلوب رو برنده شده. در مقابل بتر کال سال فقط تونست 2 جایزه ایمی کسب کنه که نشون میده اختلاف این دو سریال در قسمت جوایز فاحشه. بریکینگ بد 4، بتر کال سال 2. پایان بندی این دوتا سریال رو اگه بخوایم مقایسه کنیم باید به یاد بیاریم که بریکینگ بد پایانش یکم منظم و قهرمانانه بود. والتر وایت همه دشمنانش رو کش و جسی رو فراری داد و خودش هم مرد که خب عالی بود. ولی بتر کال سال یه چیز دیگه بود به نظر من. اعتراف جیمی در دادگاه یه جورایی شوکه کننده بود و صحنه پایانی سریال با کیم واقعا دراماتیک و به یاد ماندنی بود و فوق‌العاده. در نتیجه بریکینگ بد 4، بتر کال سال 3. خب همونجور که دیدیم بریکینگ بد با اختلاف کمی تونست برنده این مقایسه بشه. ولی برای جمع‌بندی و کلام آخر این ویدیو باید بگم که جفتشون صحنه‌هایی دارن که بسیار تاثیرگذار و به یاد ماندنی هستن. ولی اگر من فقط بخوام یک سکانس رو انتخاب کنم و بگم اون برای من بهترینه، اونی رو انتخاب میکنم که والتر وایت و جسی پینکمن گیل رو کشته بودن و در آزمایشگاه نشسته بودن و منتظر بودن ببینن گاس فرینگ چه واکنشی قرار داشته باشه. گاس فرینگ از ورودش به سکانس که در دقیقه 28 قسمت اتفاق میفته کلامی صحبت نمیکنه و با خونسردی کامل میره لباسش رو عوض میکنه. ولی این طرف والتر وایت با استرس و اضطراب داره سعی میکنه کاری که کرده رو توجیه کنه و گاس فرینگ رو راضی کنه که نکشتشون. گاس فرینگ حدوداً از دقیقه 28 تا 38 در سکانس هست ولی هیچ دیالوگی نداره، اما با اکتش خیلی حرفا میزنه. من عاشق اون سکانسم. اون سکانس به معنای واقعی کلمه شاهکاریه که دیگه تکرار نمیشه. همونجوری که اول ویدیو گفتم این دوتا سریال جفتشون فوق‌العاده‌ان و جزو بهترین سریال های تاریخن، ای که نگیم بهترین. در نهایت اگر بریکینگ بد یک انفجار هیجان انگیز باشه، بتر کال سال یک روایت آرام و عمیق از سقوط یک انسانه.